با عرض سلام. من امروز میخوام در رابطه با یک حشره بسیار مضر و در واقع یک حشره‌ای که به گیاها آسیب میزنه و باعث خسارت به محصولات میشه برای شما شناسایی بکنم و بگم که در واقع این حشره در کجای گیاه زندگی میکنه. امروز حشره مورد نظر من در واقع تریپسه. تریپس حشره‌ایه که معمولا اگر به این برگ توجه بفرمایید در واقع در پشت برگ ها زندگی میکنه. اگر توجه بفرمایید، من اینو آهسته در واقع اگر من اینو آهسته زیر انگشت من توجه، یک حشره بسیار ریزیه که در واقع این حشره، اگر زیر انگشت من توجه بکنید، این حشره با خرطوم ظریفی که داره میاد از شیری گیاه تغذیه میکنه. در واقع کارش اینه که سلول ها، مواد درون سلول های گیاهی رو میمکه. در واقع اگر اینجا توجه بفرمایید، اجازه بدید من یه نمونه خوبی پیدا بکنم. در واقع کارش چیه؟ کارش اینه که سلول های گیاهی رو اینجا اگر دقت بفرمایید بر روی ساقه، در واقع سلول های گیاهی رو از درون میمکه و باعث از بین رفتن سلول ها و همچنین نقره‌ای شده و یا زرد شدن سطح برگ ها میشه. در واقع فتوسنتز و گیاه رو مختل کرده و باعث آسیب به گیاه میشه. در واقع تریپس ها حشراتی هستند که به دلیلی که از دور گریزون هستند. مثلا اینجا مثلا مشاهده میکنید، بعد اینجا که زیر انگشت منه، در واقع از دور که گریزون هستند میان در پشت برگ ها زندگی میکنن و مخفی میشن و کشاورز یا اون باغدار یا اون کسی که صاحب گلخونه است متوجه نمیشه که گیاهش به چه علت زرد شده و آثار نقره رنگ بر روی برگ‌ها مشاهده میشه. در واقع عامل اصلی این به اصطلاح آسیب دیدگی به گیاه این حشره بسیار کوچکه که در اینجا مشاهده میفرمایید. تریپس ها معمولا سرعت تکثیرشون بسیار زیاده و به سرعت تکثیر میشن به این صورت که من اینجا میتونم بری چند و همچنین میتونم مثلا زیر انگشت من که مشاهده بفرمایید، بله اینجا، و میتونن پرواز بکنن و بر روی گیاهان مجاور رو به سرعت آلوده بکنن. در واقع آثار خشکی و آثار نقره رنگی رو که ما الان اینجا ما مثلا روی برگ ها مشاهده میکنیم آثار همین حشره به اصطلاح موذی به نام تریپسه که در واقع گیاه رو آلوده کرده و زندگی خودش رو داره ادامه میده. در واقع اینجا که مشاهده بفرمایید هم نگاه کنید، این مقداری پیدا کردنشون، چون اینا ریز هستن و پرواز هم میکنن، مشکله. اما اگر یک کمی دقت بفرمایید مخصوصا در سیفیجات اینها به تعداد زیاد، مثلا من اینجا، بله اینجا که مشاهده میبینید حرکت خیلی، میبینید حرکت اینجا قایم شده، بله مخفی شده، میبینید، بله پرواز در سیفیجات و معمولا در اینایی که خیار و گوجه کش میکنن به مقدار میلیونی معمولا یا هزاران تریپس میتونن در زیر برگ ها گاهن زندگی و تکثیر بکنن و باعث آسیب سطح برگ ها و خشک شدن بوته و همچنین در واقع اینا کارشون چیه؟ مواد غذایی که گیاه در واقع در فتوسنتز تولید میکنه برای مثلا تولید میوه و یا اون سیفی که رشد بکنه و به کیفیت خوبی داشته باشه، در واقع اینا میان به عنوان به صورت انگل مواد غذایی گیاه رو مصرف میکنن و اجازه نمیدن گیاه در واقع تولید خوبی برای ما یا برای کشاورز داشته باشه. معمولا این حشره رو به صورت با سنپاشی معمولا این حشره رو از بین میبرن که به یا حداقل جمعیتش رو میتونن کنترل بکنن که آسیب کمتری رو، آستانه خسارت کمتری رو به باغ یا با اون محصول کشاورزی وارد بکنه. من تشکر میکنم از توجه شما. امیدوارم این فیلم آموزنده باشه. خدا نگهدار.